الرحمن الرحیم. خب به جلسه هشتم از سیمای حضرت فاطمه سیدت النساء اهل جنه رسیدیم رضی الله عنها. تا اونجا رسیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و حضرت فاطمه رفت پیش حضرت ابوبکر و گفت که خب آیا به ما ارثی هم میرسه، ارث ما چی میشه؟ و حتی همسران پیامبر. ابوبکر گفت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته ما پیامبران چیزی رو که به جای میذاریم همه اینها صدقه است و ما ارثی رو در واقع به جا نمیذاریم. و خب حضرت فاطمه هم پذیرفت مثل دیگران. حالا این داستانی هست که گفتیم ازش، اینها اومدن مثنوی 70 من درست کردند و هزاران فتنه و خب دیگه هیچ موردی هم نبود. حضرت علی با حضرت ابوبکر بیعت کرد، محبت و دوستی بین اینها بود و همه این دروغ‌ها الکی. اما خب حضرت فاطمه بیمار بودن و این بیماری همچنان ادامه داشت و ما اشاره کردیم در جلسات قبل که در اون جریان محاصره اقتصادی حضرت فاطمه شرایط خوبی نداشتن. حتی در زمان حیات پیامبر ایشون بار بار بیمار بودن و احساس درد و غم و اندوه داشتن. و حضرت فاطمه این بیماریشون باشون همراه بود تا اینکه مخصوصا بعد از چند ماه این بیماری شدت گرفت و ایشون بالاخره در بستر مرگ بودن. میگه که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، امام شعبی نقل میکنه، میگه که وقتی حضرت فاطمه بیمار شد حضرت ابوبکر رفت و اجازه خواست به ملاقات ایشون. علی اومد گفت فاطمه ابوبکر اومده به دیدن تو، آیا دوست داری؟ ابوبکر گفت بله. ابوبکر بذاریم بیاد ببینیم ایشون رو. و نقل میکنه که حضرت ابوبکر اومد به دیدن حضرت فاطمه، حضرت فاطمه اجازه داد و حضرت ابوبکر همچنان صحبت میکرد تا که این بالاخره چون این محبتی بود. تا اینجا نکته که جالبه، فاذن له فدخل علیه حتی ترداها، که اجازه بده با هم صحبت کنن، اصلا دیگه راضی بشن، این صحبتی چیزی نباشه اونچه که دیگران نقل میکنه. و اونجا نقل میکنه که ای فاطمه نگاه بکن، من قسم به خدا برای خودم خونه، ثروت، دارایی، خانواده هیچی نذاشتم مگر همه چی به خاطر خدا و رضایت خدا و رضایت اهل بیت پیامبر باشه. و این صحبت ها گفتگو شد که اینا متوجه بشن اگه خدای نکرده کدورتی چیزی وجود داشته. این چیزی که امام شعبی این رو نقل میکنه که حالا اینجا در سیر اعلام نبلا آورده. در هر صورت حتی در این مورد آورده که وقتی حضرت فاطمه از دنیا رفت وصیت کرد که همسر ابوبکر صدیق ایشون رو غسل بده و حتی در نماز جنازه ایشون روایت صحیح اینه که ابوبکر صدیق بر حضرت فاطمه نماز جنازه داد. نکته‌ای که خیلی مهم هست در این موقع، در این مسئله که ما می‌خوایم اشاره بکنیم، بحث جدا از مکانت‌هایی و ارزش‌هایی که در مورد حضرت فاطمه نقل کردیم، علم و ادب و دانشی که در مورد ایشون وجود داشته و بالاخره خب این پاره تن پیامبر بود و شبیه ترین شخص هست پیامبر، رسول خدا صلی الله علیه و آله، در فصاحت کلام، در بیان و در ادبی که وجود داشت. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، خیلی جالبه، میگه که داشته باشه ببینید هرچی این روایت ها رو ما تا به حال در فضایل حضرت فاطمه نقل کردیم ببینید از چه کسانی بوده. اگر خدایی نکرده بین اینها دشمنی و حسادت و این چیزهایی که این آخوندهای صفوی و این جنایتکاران و پیروان عبدالله ابن سبع یهودی ساختن وجود داشت که این موارد اصلا دست ماها نمیرسید و نمیفهمیدیم. ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، میگه کنا ازواج النبی صلی الله علیه و آله اجتمعنا عنده، ما پیش پیامبر جمع شده بودیم، لم یغادر منهن واحده، هیچ کدوم از ما ترکش نکرده بودیم. حالا زمانی که پیامبر ظاهرا بیمار هست، فجاءت فاطمه و تمشی ما تخت و مشیت و مشیت رسول صلی الله علیه و آله، میگه می اومد گونهش مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت میکرد و گام میذاشت. فلما رهاها رحب بها، وقتی پیامبر حضرت فاطمه رو دید بهش خوش آمد، گفت خوش آمدی فلان، و قال مرحبا به ابنتی، خوش اومدی دختر عزیز من اینها. ثم اقعدها عن یمین و یساری، حالا نمیدونی میگه راست یا چپ، حضرت فاطمه رو پهلوی خودش نشون. ثم سارها فبکت، یواش تو گوش فاطمه یه چیزی گفت، حضرت فاطمه گریه کرد. ثم سارها الثانیه، دوباره تو گوشش چیزی پیامبر گفت، فضحکت، و حضرت فاطمه خندید. فلما قام، وقتی که پیامبر بلند شد رفت، قلت لها، بهش گفتم، خستک رسول الله صلی الله علیه وسلم به سر و انت تبکین، رسول خدا به تو یه چیزی یواشکی گفت، پنهانی گفت و تو گریه کردی. عزمت علیک بما لی علیک من حق لما اخبرتنی من مزحکت بما بکیت، من میخوام بگم که چی شد که اتفاق چی گفت به تو گفت که تو اول گریه کردی بعد خندیدی. حضرت فاطمه گفت ما کنت لافشی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، من نمیخوام راز رسول خدا رو الان فاش بکنم. خب
دیگه اون هم اصرار نکردن، دیگه میگم هر چیزی در همین هست. میگه فلما توفیه، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، قلت لها، این بار به حضرت فاطمه گفتم، ام المؤمنین عایشه میگه عزمت علیک بما لی علیک من حق لما اخبرتنی، خب دوست دارم به من خبر بدی چه اتفاقی افتاد، تصمیم دارم من میگی چی بود که اون گفت و شنود بین تو و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که یک بار پیامبر تو گوشت یواشکی حرف زد، تو گریه کردی، دوباره یواشکی به چیزی رو گفت، دوباره خندیدی. میگه حضرت فاطمه گفت اما الان نه، الان بهت میگم. ببین روایتی که ام المؤمنین عایشه میگه ففی المره الاولی، در لحظه اولی که پیامبر من صحبت کرد، حدثنی، به من گفت ان جبریل کان یعارضه بالقرآن کل سنه مره، که جبریل هر سال یک بار قرآن رو به من عرضه میکرد در همین سالهای آخر، و انه عارضنی الان فی هذه السنه، اما در امسال، این سالی که الان درش هستیم، مرتين، 2 بار قرآن رو به من عرضه کرده. نکنه این هم بحث عرضه قرآن که برخی فکر میکنن قرآن ساخت و پرداخت دست صحابه است یا اونا اومدن جمع آوری کردن، نه اینجوری نبوده، اینا در نسخ متعدد بود، اونجا باید این قرار داده میشد. میگه جبریل 2 بار اومد به من چیکار کرد؟ قرآن رو عرضه کرد. و انی لاحسب ذلک الا ان اقتراب اجلی، من فکر میکنم و اینو محاسبه کردم، به نظرم این گونه اومده که مرگ من نزدیک شده. فاتقی الله، پس ای فاطمه تقوای الهی رو پیشه کن، واصبری، صبر رو هم پیشه بکن، فنعم السلف لکی انت، تو بهترین جانشین من هستی بعد از من. حضرت فاطمه میگه خب فبکیت، من وقتی پدرم این حرف زد من گریه کردم. فلما رجع جزعی، وقتی دید که من بیتاب شدم، پیامبر بیتابی منو دید، قال، دوباره به من گفت اما تردین ان تکون از سیدت نساء العالمین، آیا تو راضی میشی سرور زنان جهانیان باشی؟ او سیدت نساء هذه الامه، یا سرور زنان این امت باشی؟ میگه وقتی اینو گفت فضحکت، من خندیدم. خب این روایتی که ام المؤمنین عایشه نقل کرده در سیر اعلام نبلا اومده، انساب الشرف اومده، و امام بخاری و مسلم هم اون رو نقل کردن که خب این از اهمیت و صحت بهره منده، روایتی که ام المؤمنین عایشه نقل کرده. خب فاطمه رضی الله عنها وقت بیماری بهشون دیگه سنگین شد و بالاخره بعد از وفات پیامبر این بیماری شدت پیدا کرد و جسمش روز به روز ضعیف میشد و مرگشون نزدیک شد. پیش اسما بنت امیس رفت، یعنی اسما بنت امیس بعد دیدنش، زن حضرت ابوبکر، بعد با هم گفتگو می‌کردن. حضرت فاطمه گفتش که من نمیخوام بعد از مرگ من مثل زنهای دیگه تشییع جنازه بشم. نه، زنهای دیگه این گونه بود که خب همونجا می‌بردن با همون لباسشون اونجا مثلا کفن می‌کردن یا همون کفنی می‌پیچیدن می‌بردن. من نمیخوام اونجوری بدنم هم حتی دیده بشه، دوست ندارم تو اون لحظه باشم. اسما بنت امیس که خب قبلا در هجرت بوده، در هجرت حبشه بوده، میگه دختر رسول خدا، من یه چیزی رو در حبشه دیدم، میخوام به تو خبر بدم. اونم اینی که در حبشه وقتی فردی دفن میشد داشتن میبردنش تو تابوت، بالاخره روش یک پارچه‌ای هم انداخته میشد یا در یک مثلا شرایطی بود که دیده نمیشد بدنش. بعد حضرت فاطمه گفت چقدر خوب و فلان، و حضرت فاطمه عملاً به همین صورت دفن شد و نقل شده که حضرت فاطمه در رمضان سال 11 هجرت از دنیا، در حالی که 3 روز از رمضان گذشته بود، 3 شب از رمضان گذشته بود، از دنیا رفتن. و عروة بن زبیر نقل میکنه وقتی فاطمه از دنیا رفت تقریبا 6 ماه بعد از پیامبر بود و سن ایشون 29 سال حضرت فاطمه سن داشتن. و خب این چیزی رو که پیامبر به ایشون خبر داده بود به وقوع پیوست. حضرت علی و اسما بنت امیس حضرت فاطمه رو غسل دادن و خب اشاره هم به این شده که در اونجا برخی گفتن حضرت عباس، برخی گفتن علی، و قوی ترین جریان اینه که حضرت ابوبکر صدیق بر حضرت فاطمه نماز جنازه رو دادن. نکته‌ای که اینجا قابل اهمیت حالا در بحث اینی که واقعا فضایلی که در مورد حضرت فاطمه هست یکی پس از دیگری که ما اگر بخوایم هر کدوم از اینها رو اینجا نقل بکنیم می‌بینیم که اصلا نمیتونیم اینجا این رو به همین راحتی بیان بکنیم که این فضایل چگونه هست که جای دیگه نمی گنجه این مسئله. نقل شده ابن عباس میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم 4 تا خط کشید، 4 تا خط کشید و گفتش که میدونید اینها چیه؟ گفتیم خدا رسول بهتر میدونه. حضرت پیامبر گفت افضل النساء اهل جنه خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، آسیه بنت مزاحم، امرأة فرعون و مریم بنت عمران هست که 4 تا از زنان
بهشت برترین زنان بهشت هستند که حضرت خدیجه است، حضرت فاطمه است، حضرت آسیه همسر فرعون هست و مریم مادر حضرت عیسی. و گفتیم که ام المؤمنین عایشه هم رضی الله عنها نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت فاطمه گفت آیا دوست داری که تو سرور زنان بهشت یا زنان مؤمن باشی؟ که این هم از بشارتی دیگری که گفتیم قبلا نقل شده. همچنین ابو حذیفه نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که فرشته‌ای بر من اومد و گفت فاطمه سرور زنان بهشت است، که اینم سیر اعلام نبلا نقل کرده. در هر صورت مواردی که در این مورد نقل شده اینها همه اشاره از فضایل و مکانیتی داره که در این مورد اومده. اما روایاتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه نقل کردن 18 روایته که در کتاب سه‌های سته اومده. حالا این کلمه سه‌های سته رو بعضی بد برخورد میکنن. سه‌های سته ما در مورد صحیح مسلم، صحیح بخاری، خب این بحث صحیحشون خیلی تاکید داره. سه‌های سته دیگه درش احادیث ضعیف هم وجود داره، برخ میگن نه حتما هر چی اون رو میگین این صحیح است. نه، اینو بعد برخاست نکنین. از کتاب 6 کتاب حدیث هست. در هر صورت در صحیحین هم از ایشون یک حدیث به صورت متفقون علیه اومده در بخاری و مسلم، و اون چه که روایت کرده ایشون حسن و حسین ام المؤمنین عایشه، ام سلمه و انس از حضرت فاطمه نقل کردن. و نکات فراوانی که خداوند همه برکت ها و خیر و نصیب بکنه. از خدا میخوایم که محبت دین خودش رو، محبت خودش رو، محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو، محبت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو، محبت فرزندانشون رو، محبت حضرت فاطمه، حضرت علی، امهات المؤمنین، صحابه رو در قلب ما قرار بده و ما رو لایق این بدونه که این محبت رو داشته باشیم و اینها رو دوست داشته باشیم و هم در دنیا با محبت اینها زندگی کنیم و هم در آخرت در جوار این بزرگواران باشیم. تا روز دیگه و جلسه دیگه شما همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.